مرکزگرایان ایران چگونه لر را از کرد جدا ساختند؟ لرستان بخشی جدا نشدنی از کردستان. چگونه بخشی از تاریخ و هویت کردستان به تحریف رانده شد؟ این بار از مرکز پژوهش تیوار آنالیز و تحلیل موضوع بسیار مهمی را به میان می‌کشانیم. بحث از دیاری کهن با قدمتی تاریخی و ریشه‌ای اصیل از کردستانی بودن است که تفرقه اندازانی همانند حکومت‌های مرکزگرای ایرانی از جمله حکومت خاندان پهلوی و رژیم حاکم کنونی ایران جمهوری اسلامی قصد جداسازی و نفاق بین ملت کرد را داشته و در اکثر سیاست‌ها و حکومتشان قسمتی از کردستان را نه ملت بلکه تحت عنوان قوم و طایفه‌ای جدا از کرد نام بردند. گمانی نیست که همان جمله معروف تفرقه بیانداز و حکومت کن سرلوحه کار و حکومت مرکزگرایان شوونیسم ایرانی بوده که این هم از ترس اتحاد و قدرت ملت بزرگ کرد سرچشمه می‌گیرد. گمانی نیست که همگی اسمی از دیار لرستان شنیده ایم. سرزمینی در دامن رشته کوه عظیم زاگرس، مردمانی در غرب ایران و شرق کردستان، سرزمینی که رنگ و بوی شاد، خاکی نشاط آفرین و مردمانی با فرهنگ اصیل و متحد دارد. از زیبایی و بکر بودن این منطقه هرچه سخن بر زبان آید کم است. چه بسا برای معرفی و شرح هر کوی و برزنی از لرستان بایستی زمان بسیار و کلامی گوهربار و شایسته ارائه شود. این بار می‌خواهیم جدای از طبیعت، فرهنگ و خصوصیات این منطقه و خصلت پاک مردمان لرستان واقعیتی تاریخی را بیان نماییم تا بلکه پرتوی روشنی بر سیاست دور از واقعیت مرکزگرایان شوونیست و برای آگاهسازی کل ایران، کردستان و خود منطقه لرستان باشد و تفکر تاریخ انقلاب سررفته شوونیسم فارسی که بحث از کرد نبودن لرستان دارد را عیان نماییم. جدایی از این که بیشتر مورخان اسلامی میگویند که لرستان بخشی از ملت کرد بوده و تا قرن 11 میلادی همه مورخان از لرها و کردها با نام کرد یاد می‌کردند، همچنین جدا از این که بعدها مورخانی مانند ابن حوقل، مسعودی، یاغونی و یاقوتی حموی به تفاصیل دقیق در مورد کرد بودن و کردستانی بودن لرستان مطالبی نوشته و کتمان نکردند که لرستان بخشی از کردستان و سرگذشت جدا نشدنی از تاریخ کرد هاست. همچنین جدا از این واقعیت که اولین قدرت و حکومت کردی امپراتوری حسنوی بوده که در قرن 10 میلادی در کرمانشاه و لرستان تأسیس شد و امپراتوری حسنویان نیز کرد بودن خود را کتمان نکردند. علاوه بر اینها مورخ مشهور کرد شرفخان بدلیسی در قرن 16 میلادی صراحتاً از لرها به عنوان یکی از بزرگترین قبایل کرد نام میبرد و کرد بودن لرها و کرد بودن مناطق لرنشین را انکار نمی کند. مورخ مشهور و سرشناس کرد امین زکی بیگ نیز در اوایل قرن 20 از لرستان بازدید تاریخی انجام داد و در شرایحش نوشت: در سال 1916 میلادی من برای یک مأموریت رسمی و به نیاز انجام پژوهش تاریخی به لرستان کوچک که به نام پیشکو مشهور است رفتم و در روز در دامنه‌های کبیرکوه در منطقه آمیلا اقامت داشتم. با مردمان آنجا به زبان کردی صحبت کردم و به راحتی متوجه زبان و گفتار همدیگر شدیم و یکدیگر را به وضوح درک کردیم. بنابراین از همان ابتدا هنگامی که مورخان عرب و ایرانی به مفهوم لرستان، منطقه لرستان و گذشته لرستان اشاره کردند، همگی آشکارا از کرد بودن این قوم بزرگ یاد کرده و هیچ تردیدی بر کرد بودن لرستان نداشتند. در قرن 20 مورخان مشهوری مانند امین زکی بیگ، رشید یاسمی، بابا مردوخ کردستانی و حتی شرق شناسانی مانند ریچ آشکارا به کرد بودن لرستان اشاره کرده اند. از دیدگاه جغرافیایی نیز اگر بخواهیم اشاره مفید و معتبری داشته باشیم، میتوانیم به معروفترین شهر لرستان یعنی شهر دهکرد باستانی و شهر کرد کنونی برای اثبات اصالت کرد بودن لرها اشاره داشته باشیم. به گفته یاقوتی حموی، آنها در دشت زاگرس بین اصفهان و خوزستان در 4 استان لرستان، خوزستان، یاسوج،
چهارمحال، بختیاری، بخشی از اصفهان و بوشهر سکونت دارند. به گفته اکثر ایرانشناسان بهترین، جذابترین و معتدلترین و کوهستانی ترین مناطق ایران را دارند. بنابراین لرستان پس از شمال ایران زیباترین، سرسبزترین و پرآبترین منطقه از نواحی مختلف ایران است. حتی اکنون نیز آب آشامیدنی، آب کشاورزی و حتی آب مورد نیاز برای مصارف صنعتی دو استان مهم ایران مانند یزد و اصفهان از استانهای کردنشین چهارمحال و بختیاری تأمین می شود. هرچند تاریخ به حاشیه رانده نشده و واقعی که این روزها توسط شوونیسم فارسی از میان برچیده شده حکایت از آن دارد که از زمان حکومت قاجار و صفویان نیز حکومت‌ها دستی در آشوب و تفرقه در میان کردها داشتند و خواستند که لر را قومی جدا از کرد جلوه دهند. اما با روی کار آمدن رضاخان و طرح او برای تأسیس یک دولت یک ملت بر پایه وجودی ملت فارس، این بخش از کشور مورد حمله نیروهای رضاخان قرار گرفت. داستان حمله وحشیانه رضاخان به این منطقه به عنوان یک تراژدی تاریخی همانند زخمی بی‌مداوا بر پیکر سرزمین کردستان به جا مانده است. رضاخان از همان ابتدای طرح خود با ساختن جاده‌هایی برای دسترسی به این منطقه شروع به دستگیری، کشتار و حمله به خانه‌های امیران لر، به ویژه امیران لر بختیاری کرد. پس از آن که رضاخان توانست از طرق نظامی لرستان و تمام مناطق آن بخش از کردستان را تصرف کند، به خاطر سیاست یک دولت یک ملت در مرحله اول امیر و خانه‌های لرستان را دستگیر کرد. یکی از مثال زدنی ترین نمونه‌های کشتار و سرکوب وحشیانه نیروهای رضاخان پیمان صلح سرهنگ امیراحمدی بود که به قصاب لرستان نیز شهرت داشت. امیراحمدی برای پایان دادن به نبرد با مبارزین لرستان به 11 خان لرستان سوگند یاد کرد که با آنها پیمان صلح خواهد بست و دست از جنگ می‌کشد. اما پس از اندکی و بر سر سفره امیران لر تحت فرمان شخص رضاخان هر 11 امیر لر را به گلوله بست. در برهه‌ای دیگر نیز دستوری تحت عنوان تبعید و کوچاندن لرها توسط رضاخان اجرا شد که بسیاری از لرهای منطقه بختیاری را به مناطقی همچون اصفهان و تهران انتقال دادند. این عمل نیز در راستای سیاستی شوم برای فراموشی زبان کردی، فرهنگ و آداب و رسوم کردی لرها و جدایی بیشتر میان کردستان و لرستان بود تا لرها را بیشتر از کرد بودن خودشان بگریزانند. این سیاست نیز تا مرحله‌ای جوابگو بود. سپس با دستور دوباره رضاخان، کوچ، سفر و ییلاق و قشلاق لرها به مناطق لرستان و شهرهای تبعید شده ممنوع گردید و باعث شد تا از سوی جمعیت لرها در مناطق مادری خودشان کمتر و از سوی دیگر موجب شد که ادغام قومی و ملی میان لرها با فارس و ملل دیگر ایران تشکیل گردد. پس از آن پروژه انحلال هویت لری و کرد بودنشان توسط حکومت آغاز گردید. فارسی تنها زبان رسمی شد و از طریق انتشار هزاران کتاب، فیلم و موسیقی رایگان فارسی فرصت برای توسعه زبان فارسی فراهم شد. زبان لری را نیز بخش کوچکی از زبان فارسی شمردند. لباس لری را ممنوع و گذشته لری را پر از دروغ به حاشیه راندن و کلاهبرداری کردند. در این راستا اثبات فارس شدن لرستان و فارسی سازی گویش کردی لری بخشی از جهتگیری بود که به توسط دستگاه‌های دولتی و روشنفکران متعلق به سیاست ناسیونالیسم فارسی در جهت انحلال هویت لرستان ادامه یافت. همکنون نیز نزدیک به 100 سال است که از هر ابزاری برای نابودی هویت و فارسی سازی زبان و فرهنگ این منطقه استفاده شده، از حملات نظامی و تبعید گرفته تا انتشار کتاب‌ها و فیلم‌های تاریخی تقلبی و پر از دروغ. بنابراین دولت مرکزی ایران مدت هاست که سعی دارد لرستان را فارس و زبان لری را فارسی جلوه دهد و اجازه نمی‌دهد کوچکترین رابطه‌ای بین کردها و لرها به وجود بیاید. اما پس از همه این تلاش‌های فریبکارانه برای انحلال و جذب زبان و فرهنگ این بخش از پیکره کردها، هرگاه که لری زبان می‌گشاید و صحبت می‌کند، هرگاه در مراسمات کردی نوروز دختران مشهور لر بختیاری چوبی رقص کردی را در آسمان همانند شاهین دست‌آموزی می‌چرخانند، زمانی که پسران ممسنی و چهارمحال و بختیاری به صف و متحد پا بر کف خاک مادری خود می‌رقصند،
هر وقت که خوانندگان لر با خروش آواز و نوازندگان چیر دست با سازهای محلی لری بر طبل شادی میکوبند، آن زمان که لباس اصیل رنگارنگ کردی را بر تن سیل جمعیت لرستان همانند بهشتی بافته شده میبینی، و یا هر وقت که پا در مناطق دلکش طبیعت لرستان، یاسوج، شهر کرد و خرم‌آباد و ایزه میگذاری، محال است کتمان، گمان و کوچکترین شکی در کرد بودن مردمان آن مناطق در قلب و روحت باقی بماند. اما اگر به مثابه ذره‌ای با هویت واقعی لرها و کرد بودنشان آشنایی داشته باشی، بغضی سنگین و اندوهی سینه‌سوز مالامال درونت را فرا می‌گیرد. اندوه آن که چرا و چگونه می‌شود لرستان، این دیار اصیل کردستان، ریشه ماندگاری زاگرس و از جلوه زیبایی‌های کردستان این گونه به آسانی به دست فراموشی سپرده شود. چه سخت میتوان قدم بر خاکی نهاد که به آسانی کرد بودن و هویت واقعیشان را دزدیدند و جامه‌ای فریبکارانه بر تنشان پوشاندند. هویداست که کرد طی سالیان متوالی درگیر جنگ و نزاع‌های منطقی و مبارزه با دشمنان استعمارگری بوده که هر بار از سوی نمک و زخم پیکر وطنش پاشیدند و یا قسمتی از خاکش را به تاراج بردند. همین امر موجب پیش نیامدن فرصتی برای کرد شده که به فکر این قسمت از خاک خود باشد و برای بازپسگیری آن بکوشد. درست است که زمان به عقب نمیچرخد و باز نمیگردد، اما سؤال مهم و حیاتی در این بره از زمان این است که وظیفه ما به عنوان کرد، چلک، لر، کلهر، سورانی، کرمانجی، اورامی و غیره در قبال این سیاست‌های فاشیستیانه و شوینیستیانی حکومت‌های مرکزگرای ایرانی چیست؟ آیا میتوان بیشتر از این دست بر دست نهاد و هیچ کاری برای آشکارسازی و تحقق به واقعیت ملی کردستان نکرد؟ آیا میتوانیم اجازه دهیم دشمن سرزمینمان هر روز نقشه‌ای دیگر بر سرزمین، منابع، ملت، فرهنگ و زبانمان پیاده کند و به نفع خود و به زیان ما در راستای اختلاف بیشتر و پراکندگی استفاده کند؟ تردیدی در آن نیست که هر ملتی برای رسیدن به آزادی و به تاراج نبردن منابع و سرزمینش بهای سنگینی پرداخت کرده. از سوی دیگر برای انکار نکردن واقعیت هویتی و آسیمیله نکردنش در ملتی دیگر نیز کوشیده است. ملت کرد نیز در میان ملل خاورمیانه بیشترین سختی‌ها را در این راه متحمل شده و اکنون نیز توسط فعالین، روشنفکران، ادیبان و اقشار و اقسام مختلف جامعه به این مبارزه به شیوه مدنی و انسان دوستانه ادامه می‌دهد. بنابراین و در حال حاضر و برهه کنونی، دفاع از حقوق مناطق کردی لرستان و بازنشر داده‌های واقعی در خصوص تاریخ لرستان و کردستان، بخش بیشتر اطلاعات مفید در مورد لرستان و کردستان، تلاش در حفظ یکپارچگی و نهادینه کردن بیشتر اتحاد میان لر و کرد را داشته باشیم، چون که آگاهسازی یک نفر از ملت کرد و ملل ایران از این امر واقع میتواند راه آسیمیلاسیون، شوونیسم و نابودگری لرستان و کردستان را توسط حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی سخت و دشوارتر کند. بنابراین هویت واقعی کردستانی بودن و افتخار به این اصالت را به ملت ریشه‌دار و تاریخی خودمان ببخشیم.